با سلام. موضوع بعد در مورد نمودار و مبحث اضافه کردن نمودار به اکسل که این نمودارها رو میتونید اینجا طراحی کنید و ببرید داخل نرم افزارهای مجموعه آفیس مثل ورد، مثل پاورپوینت و بقیه نرم افزارهای آفیس. خب این جلسه در مورد کلیات نمودار و جلسه های آینده در مورد جزئیات نمودار صحبت میکنیم. خب اول بریم سراغ این که با نمودار چه کارهایی رو میشه انجام داد. فرض کنید که من یک لیستی رو دارم از اسامی یک سری دانشجو. فرض کنید به این صورت باشه این لیست من شامل ردیف. خب ابتدا ردیف رو اضافه نکنم، بعد اضافه کنم. خب ببینید شامل نام و نام خانوادگی، ستون بعد نمره درس ریاضی. خب فرض کنید که فقط شامل همین دو ستون باشه. خب یه سری اسامی رو وارد کنم. این 4 اسم و یک سری نمرات. میخوایم از این یک نمودار ایجاد کنیم. شیت من اینو توجه کنید، شیت راست به چپه. ببینید ستون A, B, C, D, E راست به چپ، از سمت راست شروع شده. دقت کنید این مهمه که از سمت راست، یا حالا اگر از سمت چپ هم شروع شده اونم راه خودشو داره که بهتون میگم. خب فرض کنید الان اینو از شیت راست به چپ. خب کل لیست رو انتخاب میکنید. میایید از تب اینزرت. خب چارتس، انواع نمودار داریم. یه توضیح مختصر در مورد نمودارها. کلوند نمودار ستونی که شامل 2 بعدی، 3 بعدی، سیلندری و حالتهای بعدی اون که فقط نحوه نمایش نمودار فرق میکنه. همشون نمودارهای از نوع ستونی هستن. لاینز نمودارهای خطی که بیشتر به درد رشد میخوره، نمودارهای رشد یا کاهش یه چیز، یه شیء. نمودارهای کلوچه‌ای 2 بعدی و 3 بعدی اون، نمودارهای دایره‌ای یا کلوچه‌ای. بار نمودارهای میله‌ای به این صورت، تقریبا مثل همون نمودار ستونی هست، فقط یه ستونی که خوابیده شده یا 90 درجه چرخیده که باز انواع اونم رو اینجا می‌بینید. نمودارهای اریا یا محیطی، یا این که شکلش معلومه چه کاری انجام میده، مثل همون لاین هست، فقط اون خطوط زیر لاین رو هم رنگ میکنه یا پررنگش میکنه. و این هم نمودارهای نوعهای دیگه که میتونید از اینها هم استفاده کنید. مثلا توی بورس اکثرا از این نوع نمودارها استفاده میکنن برای نشون دادن مثلا شاخصهای خودشون. یا اینجا سرفیس، نمودارهای مساحتی، یا مثلا میخوان یه مساحتی رو نشون بدن. سطحی، نمودارهای سطحی و انواع دیگه این نمودارها. اینها هر کدومشون یک نوع، ببخشید، رادار که میشه نمودارهای ماهواره‌ای و اسکاتر میشه نمودارهای نقطه‌ای. اشتباه گفتم، اسکاتر میشه نمودارهای نقطه‌ای.
خب بریم سراغ نمودارهای ستونی. نمودارهای ستونی نمودارهایی هستند که خب برای این نوع نمودار میایم از نمودار ستونی استفاده میکنیم. خب من از همین حالت ساده دو بعدیش استفاده میکنم. روی این رو کلیک میکنم، خودش نمودارش رو برای من رسم میکنه. به همین سادگی نمودار رسم شد. ببینید با تمام جزئیات این که گفتم جلسه آینده در مورد جزئیات نمودار صحبت میکنیم. خب اینو حذف کنم. فرض کنید که من این دو ستون رو جابجا کنم، یعنی اول نمره باشه بعد نام خانوادگی باشه. اینو کات میزنم و میبرم توی این ستون پیست. خب اینجا الان اگر اینو انتخاب کنم و از اینزرت نمودار ستونی رو انتخاب کنم، ببینید نمودار درست رسم نمیشه. خب دلیل این چیه؟ دلیل این به خاطر این هست که اینجا من اول ستونها رو گذاشتم. ببینید توی ستون G اول ستونهای نمودار رو قرار دادم و در ستون بعد سطرهای نمودار رو قرار دادم که این برعکس هست. یعنی اول باید سطرهای نمودار قرار بگیره. سطرهای نمودار چی هست؟ روی محور X ها باید نام خانوادگی باشه و روی محور Y ها باید نمرات باشه. الان برعکس شده، یعنی اول اومده نمرات قرار گرفته بعد اومده محور X ها قرار گرفته، در صورتی که ابتدا باید محور X ها قرار بگیره و بعد محور Y ها، برای اینکه وقتی که شما اینو انتخاب میکنید نمودارتون درست رسم بشه. به این صورت ببینید بدون هیچ دردسری نمودار درست رسم میشه. خب فرض کنید که این به این صورت نبود، شما یه لیستی رو دارید ولی به این شکل نیست و حالا نمیخوایدم کاتش کنید که بیارید اینجا. مثلا اینجا هست نام خانوادگی روی ستون بعد هست و نمیخوایدم کاتش کنید بیارید اینجا. خب چه کاری باید انجام بدیم؟ الان مشکل داریم با رسم نمودار. اینو اینجوری انتخاب کنیم. از این حالت نمیشه نمودار رو رسم کرد. خب راه اینه که شما اینو رسم کنید اول، بعد راست کلیک Select Data اینو بزنید. از پنجره‌ای که باز میشه باید اصلاحات رو انجام بدید. خب اگر که این اجازه بدید نمودار رو ببرم یه جای دیگه. خب Select Data از اینجا حالا میخوام سطر و ستون ها رو اصلاحش کنم. خب اینو بگذارم همینجا باشه. خب برای این که ببینید دو تا محور داریم. ما یک محور هوریزونتال یا محور افقی رو داریم که باید X های ما یا همون محور X ها که الان محور X های من نام خانوادگی هست و یک محورم محور عمودی که همون میشه محور Y ها و نمرات این دانش آموزان یا دانشجویان. خب اول میام محور افقی رو اصلاح میکنم. هوریزونتال ادیت رو میزنم. از اینجا باید محور افقی رو اصلاحش کنم. محور افقی من میشه شامل اسامی من که اینجا اوکی میزنم و از محور عمودی ادیت. خب اینجا سریز نیم نام سری رو میخواد که باید درس رو انتخاب کنیم و ولیو سریز ولیو مقادیر این سری داده که همون میشه محور ایگرگ های من شامل نمرات و اوکی. خب اینجا هم اوکی. ببینید این الان اصلاح شد نمودار من، یعنی با این حالتی که من داشتم نمودار اصلاح شد. یک بار دیگه دلیت اینزرت ستون. خب این نمودار الان مشکل داره، اینو میکشم اینجا راست کلیک سلکت دیتا. خب دو تا محور داریم، هوریزونتال افقی. این محورم میشه محور عمودی.
خب فرق نمیکنه، هر کدوم رو اول اصلاح کنید اشکالی نداره. اول من اینو اصلاح میکنم، اینو ادیت میزنم. ببینید اینجا سری داده من هست، سری داده میشه همون محور ایگرگ ها که حالا بعداً در موردش صحبت میکنیم. میگیم که میتونید 2 تا سری داده هم یا چند تا سری داده هم داشته باشید. خب اینجا رو ادیت میزنم. خب ببینید 2 تا قسمت داره. یکی سریز نیم یعنی نام سری که نام سری من میشه درس من، و ولیو مقادیر اون سری، مقادیر این سری داده من میشه این نمرات و اوکی. خب قسمت هوریزونتال هم میشه چی؟ میشه اسامی من، افقی، محور افقی من شامل اسامی هست. پس اسامی رو انتخاب میکنم اوکی و اینجا هم اوکی. خب این نمودار رسم شد و مشکلی هم نداره. خب فرض کنید که من باز خواسته باشم نمره یک درس دیگه هم رو اضافه کنم، مثلا نمره درس ادبیات. خب یه سری نمرات رو به صورت پراکنده وارد میکنم که بدونید که چجوری نمودار رسم میشه. بعداً هم باهاش کار داریم با این سری های داده ها که الان ببینید 5 تا داره افزایش پیدا میکنه که بعد باهاش کار داریم که چجوری اینا رو تغییر بدیم. فعلا داریم در مورد کلیات نمودار صحبت میکنیم. خب الان میخوام این نمودار رسم شده، الان میخوام این سری داده رو بهش اضافه کنم. حالت کاربرد اصولیش رو براتون بگم. راست کلیک روی نمودار، سلکت دیتا، از اینجا یک سری داده رو من اضافه میکنم. اد. خب نام سری داده میشه درس من و مقادیر سری داده منم که از اینجا باید انتخاب بشه. مقادیر سری میشه اینها و اوکی. اینجا هم اوکی. نمودار رو ببینید. این نمودار 2 تا درس داره، نمره درس ریاضی، نمره درس ادبیات. ادبیات با سری دادی قرمز، ریاضی با سری دادی آبی. محمد کمالی، رضا دهقانی و بقیه مطالب که اینجا هست. اینو میبینید. این از این قسمت. باز اگر خواستید میتونید سری داده دیگه ای هم رو اضافه کنید. هر تعداد سری داده خواستید میتونید به این نمودار اضافه کنید. اینجا خودش یه میله‌ای براش در نظر میگیره و رنگش هم اینجا مشخص میکنه که این سری داده مربوط به چه میشه. نکته مهم اینه که توی اکسل اگر شما مقادیر رو عوض کنید یعنی همون موقع نمودارتونم رو تغییر میده. اینجا 5 ببینید این نمودار سری دادهش تغییر پیدا کرد با تغییر نمره ها. خب اگر خواستید سری داده ای رو حذف کنید به همین صورت راست کلیک روی نمودار، سلکت دیتا، اون سری داده رو انتخاب میکنید، ریموو حذف میکنه، ادیت ویرایشش میکنه و اد اضافه میکنه. حتی میتونید ترتیبش رو هم تغییر بدید. ببینید ترتیب جابجاییش به این صورت. این هم که گفتیم محور افقی هست که شامل الان اسامی من باید توی محور افقی قرار بگیره. این از کلیات این بحث. پس اگر گفتم اگر نمودارتون رو درست رسم نکرد، یک بار دیگه دلیت. اگر نمودار به این صورت بود، شما از اینجا اینزرت رو زدید، نمودارتون رو درست رسم نکرد، باید بیاید راست کلیک، سلکت دیتا و محورهای عمودی و افقی رو اصلاحش کنید تا بتونه اونو رسم کنه. حالا این دکمه‌ای هم که اینجا هست خودش به صورت بعضی از مواقع این دکمه رو بزنید خودش اصلاحش میکنه. الان نتونست اصلاح کنه به خاطر اینکه 2 سری داده داشتیم. بگذاریم. بهترین کار اینه که خودتون به این صورت این 2 محور رو اصلاح کنید تا نمودارتون درست رسم بشه. این از بحث کلیات نمودار که جلسه های آینده در مورد
ریز این نمودار صحبت کنیم.